خدمت تمام شما هموطنان عزیز و در هر کجا که هستین جور صحت سلامت باشین. دوستای عزیز فاطمه جعفری هستم. تازه به تیم بامیان ژورنال پیوستم. از این وقت که شما خواد بودم با برنامه‌های تو جالب و دیدنی. دوستای عزیز برنامه دنبوره هزارگی هست و امروز در برنامه یکی از جوانای هنرمند خود داریم که احمد غلامی هست. سلام آقای غلامی، خوب هستین؟ سلام خدمت شما، خدمت تمام بیننده‌های عزیز. امیدوارم که تا لحظه که کنار شما هستم همچنان خدمت بیننده‌های عزیز برایشان خسته کن تمام نشون و برنامه رو ببینن لذت ببرن. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای غلامی، ما می‌خوایم در اول با یک آهنگ شما برنامه خود آغاز کنیم. یک آهنگ هزارگی است، شعر و انتراش خبر ندارم، مقصد خیلی قدیمیه. برای بیننده‌های عزیز میخوانم، امیدوارم مورد پسندشان قرار بگیره. تشکر. نشدانی در جانان خانه بیا تر موشی باران، خانه بیا تر موشی باران. است نشدانی در جانان خانه بیا تر موشی باران، خانه بیا تر موشی باران. رازای عاشقی را یک تو بگم، حسن و جمال بر تو نمیمانه، خانه بیا تر موشی بارانه، خانه بیا تر موشی بارانه. است نشدانی در جانانه خانه بیا تر موشی بارانه، خانه بیا تر موشی بارانه. گودر میستان نشو پیش مردم خاموشی، او علیدا عاشقی اردین و بدنام موشی، او علیدا عاشقی اردین و بدنام موشی. عاشقی بیچاره سرگردانه خانه بیا تر موشی بارانه، خانه بیا تر موشی بارانه. است نشدانی در جانان خانه بیا تر موشی بارانه، خانه بیا تر موشی بارانه. بسیار قشنگ خواندن یا تر موشی بارانه. بسیار عالی، قشنگ بود آقای غلامی. تشکر، زنده باشین. خب آقای غلامی، میشه بگین درباره از که از چند سالگی در هنر موسیقی روی آوردین و واکنش مردم روستا و فامیل شما چطور بود؟ تشویق میکردن نمیکردن؟ خب دنبوره را ما از خیلی وقتهای قدیم اگه بگم به صورت ابتدایی خیلی از سن 15 سالگی یادم است صنف 7 مکتب بودم شروع کرده بودم با همز دنبوره دست ساخته خود. دیگه واکنش مردم موقع چندان خوب نبود چون که دنبوره خیلی یک چیز بد به نظرش میومد. دیگه پس آن از کم کم جامعه تغییر کرد،
دمبره ما کم کم یاد گرفتم. دمبره خوب شد. اکثر وقتا در توی هم رفتم میخواندم، یک گان توی از قوما بود دیگه خوب شد. بسیار خوب. خب آقای غلامی در این قسمت برنامه هم یک آهنگ عاشقانه بخوانیم که دل تمام عاشقان تر شاد شود. سبک فولکلور است. میخوانم، امیدوارم مورد پسند شما و برنده عزیز قرار بگیره. سری کی زنگ زدی تو در من، کلی دنیا را بخشیدی تو در من. از خوشی جای نموشودم دکالا، گفتی با میان بیا جان و جگر ما، گفتی با میان بیا جان و جگر ما. ساخل قاری کی از قارتا نمی، بامیان آمده ای دشار نمی، بامیان آمده ای دشار نمی. تو یک رشار بیا میله بگیریم، وطن کی رفتی دیگر بار نمی، وطن کی رفتی دیگر بار نمی. چند رکی دبا میانم، تو را نمینگر و ما را می جانم، تو را نمینگر و ما را می جانم. دا چوگی لکی نستم در رای تو، بگوی کی کی می شیرین زبانم، بگوی کی کی می شیرین زبانم، بگوی کی کی می شیرین زبانم. خیلی قشنگ، خیلی زیبا. خب آقای غلامی، بغیر از اینکه با دنبوره خوب بلدیت دارین، بغیر از دیگه با کدام آله موسیقی همطور خوب میتونین بنوازین یاد دارین؟ خب دنبوره مینوازم دیگه، غیر از دنبوره دیگه طوله مینوازم، هارمونیا مینوازم. هارمونیا رو حدود 1 سال میشه یاد گرفتیم. از نوت‌های دنبوره استفاده می‌کنم و استاد خاصی نداریم، تو به شکل خودآموز یاد میگیریم. یاد گرفتیم دیگه. در کنار از این ما آهنگای 3 آهنگ در استودیو ثبت کردیم که یکشی انشالله دمزی و زودیا به در نشر میرسه. دیگه آهنگای دیگه هم داریم از دنبوره. خب این هنر موسیقی به طور مسلکی بلد هستین؟ نه، به شکل مسلکی نه، خود به صورت خودآموز یاد گرفتیم.
خب بسیار خوب. نام خدا بسیار یک جوان فعال هستین در بخش دنبوره و هم صدا شما عالی هستن. تشکر. هم حنجره طلایی هستین. خب آقای غلامی درباره از بگین که کدام هنرمند بسیار هم تو دوست دارین، هم در رقمش میخواین همیشه زمزمه و آهنگای زیرا؟ هنرمندی که دوست دارم خب هنرمندای عزیز پیشکسوتان هنر موسیقی زرگی واقعا همایشان نور چشم هستند، در عرصه هنر خیلی زحمت کشیدن و یک از علاقمندای سرسخت و سرخوش هستم که همیشه آهنگای از گوش میدم. دیگه دو جوانی که تازه واقعا در موسیقی رو آورده چند سال میشه، نعمت الله و اسمت الله، آنها خیلی کاراش دوست دارم. امروز بله از ما کدام شعر اجرا منی؟ از دو سرخوش یک تا بلدش اجرا منم. هم تو رقمش بخوانی. خب این نهای از آقای غلامی شما. عاشق شوی منت میشنوی گوش میکنی تنهایی خوش میکنی. وقتی عاشق شوی منت میشنوی گوش میکنی تنهایی خوش میکنی. آتشی دل خورقت آتشی دل خورقت او دیده خاموش میکنی تنهایی خوش میکنی تنهایی خوش میکنی. تشویش خورا قد خنده سر پش میکنی تنهایی خوش میکنی. وقتی عاشق شوی منت میشنوی گوش میکنی تنهایی خوش میکنی تنهایی خوش میکنی تنهایی خوش میکنی. واقعا نمیتونم تنهایی خوش میکنی. تشکر میکنم بیننده های عزیز که تا ایدم با ما بودین و تشکر خاص میکنم از آقای غلامی بسیارم تا آهنگای ناب هزارگی تقدیم شما عزیزا کرد. اگر خوشتان آمد در کامنت با ما شریک بسازین که ما همچین برنامه بازم داشته باشیم. فراموشتان نشه چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب لایک کامنت فراموشتان نشه. تا برنامه بعد تا دیدار بعد شما رو به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم.